اسلام 72 گناهی خدا خواهد کبیره رو جدا کردن. یکی در درونی همین 72 گناه یکتش چی است؟ زنا است. خدا خواهد زنا حرام است. کسی که زنا را حلال میدوند، حلال میشمارد، نعوذ بالله خدا خواهد کافر میشود، از دین میبرد، حتی نکاحش بریده میشود. با اسلام خدا خواهد بازی نکن. خدا خواهد انشاءالله. زنا چی است؟ زنا این ویران کننده عائله ها است. به سبب زنا من میدانم چندین عائله ها با 3-4 فرزنداش جدا شدن از دست این بدبختی، از دست این یعنی خدا خواهد بیناموسی عائله و فرزندا خدا خواهد این عائله ها جدا می شود. زنا دراننده پرده های ناموس است. چی زن است چی مرد است، به سبب نکاح پرده های ناموس می دارد. به سبب زنا زن به قدر می شود، همچون یک مانند انشاءالله حیوان می شود. به سبب زنا عاقبت این زن به هیچ که در کار نمی شود. به سبب زناش آگاه باشد همه مردم، همه عائلاش، خویش و اقرباش از اون زن، از اون مرد آخر عاقبت رو می گردوند. انا نتیجه زنا که شما زنا میکنی. خدا خواهد زنا به دنیا آوردن فرزندهای خدا خواهد حرامی است. به زنا آوردن کودکای یتیم است انشاءالله. خدا خواهد وقتی که زنا میکنی خدا خواهد او فرزند کی به کله میگیرد، او فرزند به دنیا می آید، هیچ کس به کله نمیگیرد. او فرزندهای یتیم خدا خواهد انشاءالله. زنا ویران کننده قبیله ها است، عائله ها است انشاءالله. خدا خواهد حتی زنا به میان آوردن چی است؟ کسلی های تبابت نشونده است. اونا که زنا میکنن انشاءالله خدا خواهد با زنا دست میزنن، الله حق سبحانه و تعالی بالای ویران چنان بیماری میارد که هرگز شفا نمیابی. اگر امروز کسلی سپید آورده شد الله سبحانه و تعالی که خدا راضی نیست در این کاری شما. الله از اینم اگر تمام ادبیای دنیا طبیبا اگر ضد این خدا خواهد داری آبان با الله سبحانه و تعالی یک بیماری میتید، چون که الله راضی نیست. خدا برای ما شما التماس دارد که ولا تقربوا الزنا. ای بندگان من، ای امتای محمد صلی الله علیه و سلم، ای تمام مردم، به زنا نزدیکی نکن. عاقبت شوای است، بی قدر میشه، بی ناموس میشه. خدا خواهد انشاءالله. الله سبحانه و تعالی من میدونم چندین دغا، فشار خون، کسلی دل خدا خواهد، آخر کسلی قند، این کسلی افلاس‌ترین قند است. الله میتید. وقتی که میتید خدا خواهد از تمام ناز و نعمت دنیا محروم میشی. بیماری است که خدا خواهد عموم از شیرینی ها، عموم از ناز و نعمت الهی بهره مند نمیشی. آخر به درد میزنی، هر پولی که میابی خدا خواهد انشاءالله فقط در همون بیماری صرف میکنی به خجالت انشاءالله خدا خواهد مرده میروی. نکن این کار خدا خواهد. آنها صدای من میشنوید. در حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذا ظهر فی قوم الزنا او الربا احل